با سلام، خسته نباشین خوشنویسان عزیز. یه کلمه داریم که میخوام بنویسیم ها و الفه، ولی شکلش با تمام کلمات دیگه‌مون متفاوته، ولی یه الفی در خودش داره که ما ها را به این صورت می نویسیم. ه این هم الف حساب میشه، ارتفاعش هم 4 نقطه، 3 4. حالا اتصالات دیگه هم داریم که به الف یا مثلا کلمات دیگه هم نوشته میشه، مثل لا. وقتی که ما میخوایم نویسیم لا، توجه داشته باشین که این الف ما 3 نقطه‌ایه، این پایین حالت گردی داره. ما میخوایم، این لام بود، این الف هم میخوایم بنویسیم. توجه داشته باشین که این گفتیم الف میاد به طرفی چپ، پس اتصال پیدا میکنه به پایین ترین جای لام. گفتیم از اینجا تا اینجا 3 نقطه. فاصله این دوتا به اندازه 1 نقطه، این یک الفه که ما بخوایم وسطشون قرار بدیم. باید توجه داشته باشیم که فاصلش نه زیاد بشه نه کم، چون از حالت عادی میره بیرون. بلا، دوباره ما اتصالمون این برمیگرده پایین، این دوباره همون حالت داره. دوباره ما یه الف میخوایم بنویسیم، توجه داشته باشین که ما 1 نقطه ریز فاصله از الفه قبلی باید پایین تر باشه، چون ما گفتیم نستعلیق یه بی مثل یه کلمه ب که از بالا شروع میشه میاد رو خط کرسی و دوباره میره بالا. پس ما تمام کلماتمون هم همین جوره. ببینید الان ما اینجا شیب داریم. حالا میخوام بنویسیم طلا. اینجا تمام قلم رو کاغذ قرار میگیره، میاد بالا، بعد میتونیم روش برگردیم، نخواستیم از همون پایین ما اینو اضافه کنیم. اول این الف ها میذاریم، توجه داشته باش این ور 2 نقطه، این ور 3 نقطه میشه. حالا یه الف هم اینجا داریم ما، فاصله
حتی برای کشیدم فرقی نمیکنه. قلمو میذاریم تو خود ف یا قاف. به طرف بالا دوباره میتونیم از هم پایین شروع کنیم، پایین لامو بذاریم. میتونیم هم رو خود الف برگردیم پایین. حالا رو خود الف برمیگردم، توجه داشته باشیم. ببینید از اینجا دوباره یه الف می نویسیم و اتصالش میدیم. این با فاصله. حالا اینا کلمات دیگه هم هست که میشه بازم توضیح داد و نوشت. ولی حالا ما هم کلماتی که بعد الف میاد دوباره مثل همینه، مثل با وقتی که می نویسیم اینجا با تمام قلم باشه. این قسمت هم به اندازه یک نقطه کوچیک به طرف راست نوشته میشه. مثلا ما هم بنویسیم مسیحا. توجه داشته باشیم این وقتی که ما هم این اتصالا به ها بدیم، یه مقدار این ه میاد به طرف بالا، یک خیلی کم، زیاد تو چشم نزنه. شیبمونم به اندازه 63 درجه میام یه اتصال الفمونم اینجا دوباره بازم توجه داشته باشیم. مثلا میخوام بنویسیم گاه. توجه داشته باشیم بازم از زان خوشنویس اینجا ما تمام قلم، از اینجا دوباره تمام قلم اتصال میدیم، میریم برای اتصال یه الف. این قسمت مثل یه بادومه، ولی باید به اندازه این طرفش یه سرقلم، این طرف هم یه سرقلم قرار میگیره. یا میخوام بنویسیم سا، سین به اضافه دوباره بازم وقتی اتصال الف ها میدیم یه مقداری میام به طرف راست و این قسمت هم با شیب که نوشته میشه، این قسمت هم یه کمی به اصطلاح ضخامتش بیشتره اینجاست. اینجا دیگه تمام قلم ها میذاریم
می نویسیم. حالا میخوایم بنویسیم فا. این قسمت اندازه 1 نقطه برمیگردیم پایین، یه گردم بهش میدیم. اینجا تمام قلم رو میذاریم روی کاغذ با فاصله کم میام بالا. بنویسیم حنا یا چنان، فرق نمیکنه. اینجا اتصالمون میاد برا دوباره تموم قلم ما باید وقتی که می‌نویسیم چنان یا حنا فرق میکنه، این سر همون از این عقب در جلوتر نباشه. اینجا ما شروعمونه، زمانی هم که اضافه میکنیم بهش یه الف، این قسمتمون هم با زیر این یکی در بیاد. یه کلمه ها هم می‌نویسم. ببینید اتصال این قلم میذاریم اینجا و با یه دور کامل بیام بالا. اینجا به اندازه یه سرقلم، اینجا به اندازه یه سرقلم که حالا داخل اینجا من نمیذارم. اینجا دوباره فاصله ه و الفمون هم به اندازه یه سرقلم باید باشه. اینجا شیبش دیگه به اندازه خودی قلمی که ما کامل کاغذ قرار میده. اینجا دوباره توضیح دادم قبلش، میاد به طرف راست. انشاءالله که استفاده بتونین بکنن از این توضیحاتی که دادم. انشاءالله در قسمت بعد اضافات و حروف رو دوباره توضیح میدم. خدا نگهدار.